سلام، سوگل نجفی هستم، مربی یوگا و مدیتیشن تیم تیفی. خیلی خوشحالم در خدمت شما هستم. در ادامه قراره با سبک هاتا یوگا آشنا بشیم. هاتا یوگا یکی از قدیمی ترین سبک‌های یوگا هست که بقیه سبک‌ها از همین هاتا یوگا ریشه گرفته. ما توی تمرینات هاتا یوگا روی آساناها یعنی حرکات فیزیکی، پرانایاما حرکات تنفس و انرژی و در آخر مدیتیشن کار میکنیم. شاید براتون سوال باشه که چرا یوگا؟ به خاطر اینکه با تمرینات آسانا و پرانایاما ما علاوه بر این که روی متمون تمرین میکنیم یاد میگیریم که چجوری توی زندگی ازش استفاده بکنیم. تمرینات آساناها به ما کمک میکنه روی قدرت، انعطاف، تعادل، موبیلیتیمون کار بکنیم و تمرینات پرانایاما به ما کمک میکنه که آگاه باشیم نسبت به نفسمون و حرکات بدنمون با نفسمون. در کنارش ما یاد میگیریم که چجوری بشینیم، تمرکز کنیم و ذهنمون رو خالی کنیم از هر گونه مسئله‌ای که نسبت به گذشته و آینده هستش و تلاشمون رو بکنیم که تو زمان حال بمونیم و از زمان حالمون استفاده بکنیم. دوره تمرینی که براتون در نظر گرفتیم برای همه افراد مناسب هست. در این دوره همه آساناها رو به صورت تکنیکی و اصولی بهتون آموزش میدیم. در کنارش تمرینات تنفسی و تمرکزی هم به شما آموزش داده میشه تا شما بتونید در هر محیط و هر مکانی بدون نیاز به وسایل خاص یوگا کنید.